بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. الله سبحانه و تعالی قرآن کریم، این معجزه جاویدان را برای هدایت بشریت فرستاد و در مورد قرآن کریم فرمود که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. الله سبحانه و تعالی این قرآن را برای هدایت همه بشریت فرستاد. وقتی که به این آیه توجه میکنیم، الله سبحانه و تعالی در اینجا میفرماید که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، و در اینجا فعل تفضیل هست که اگر راه‌های متعددی وجود داشته باشد، بدون شک بهترین راه برای رسیدن به فلاح و رستگاری، بهترین راه برای رسیدن به هدایت، بهترین راه برای رسیدن به بهشت، بهترین راه برای رسیدن به رستگاری در دنیا و آخرت، قرآن کریم، این کتاب جاودان الهی است. یکی از تابعین قتاده رحمه الله در مورد قرآن کریم می‌فرماید که ان القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم. قرآن کریم شما را به درمان همه دردها راهنمایی می‌کند. فاما داؤکم فالذنوب والخطایا. دردهای، بیماری‌هایی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ما را از آن برحذر می‌دارد، گناهان ماست. و اما دواؤکم فالاستغفار. و دوای این دردهایی که الله سبحانه و تعالی از آنها در قرآن کریم ما را برحذر می‌دارد، استغفار است، طلب آمرزش از الله سبحانه و تعالی است. جالب است که یکی از مفسرین معاصر، علامه شنقیطی، در تفسیر همین آیه در حدود 60 صفحه نوشته است. 60 صفحه فقط در تفسیر همین آیه مبارک، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن کریم، این قرآن، این کتاب جاودان الهی ما را به بهترین راه، به راهی که همه پیروزی ها، همه سعادت ها، همه کامیابی ها، رستگاری ها در این راه است. بهترین راه، صحیح ترین راه و درست ترین راه را قرآن کریم به ما نشان میدهد، صراط المستقیم. و ما در شبان روز بارها در هر رکعت نماز خود میخوانیم که اهدنا الصراط المستقیم، ای پروردگار من، مرا به راه راست هدایت کن. مشعل ما در این راه راست و راه راستی که برای ما ترسیم شده است در قرآن کریم است، این کتاب جاودان الهی. و این قرآن کریم است که ما را به سوی خیر دنیا و آخرت راهنمایی می کند. و این قرآن کریم و این آیه مبارکه است جوابی برای کسانی که شکست خوردن یا احساس می‌کنند شکست خوردن، برای مسلمان هایی که ناامید هستند، یا برای منافقینی که فکر می‌کنند که قرآن فقط یک کتاب دعا و ذکر و نیایش است و جایگاه قرآن گوشه مسجد است و بر سر مرده ها و در قبرستان ها و فقط در نمازهای جمعه و عید و تراویح خوانده می‌شود. در حالی که قرآن کریم کتاب سیاست است، کتاب حکومت است، کتاب عدالت است، کتاب مواسات است، کتاب حکومتداری در بین بشر است، کتابی است که انسانها را به سوی انسانیت واقعی، انسانیت حقیقی راهنمایی می‌کند. کتابی است که همه مشکلات جامعه بشریت را، مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همه مشکلات انسانها را میتواند این کتاب
و آیات نورانی این کتاب حل کند. و این کتاب است که میتواند مسلمان ها را، انسان ها را، همان گونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید به سوی حق و حقیقت و به سوی رستگاری و به سوی فطرت سالم انسانی راهنما شود. در مورد قرآن کریم، این کتاب جاودان الهی، مطالب زیبایی رو من در نهج البلاغه دیدم که خواستم امشب همراه شما عزیزان شریک بسازم. دوستان اگر این صفحه رو در مانیتور من نشان بدن، این کتاب نهج البلاغه است، کتابی که منسوب است به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و اینم صفحه عربی این کتاب است که در اینجا میخوانیم که فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق حجت الله علی خلقه. ببینید آخوندها میگن که امامان حجت الهی هستند. میگویند که حضرت علی حجت است، حضرت حسن، حسین و آخرم میگن که حضرت مهدی حجت است یا حجت ابن الحسن العسکری. اما سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در اینجا میگه که قرآن هست، فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق حجت الله علی خلقه. حجت الهی بر بندگان قرآن هست، نه امامان. حجت الله سبحانه و تعالی بر بندگان قرآن کریم است. بیایید از وقت استفاده بکنیم و ترجمه فارسی همین مطلب رو از خطبه 183 در نهج البلاغه بخوانیم. قرآن فرماندهی بازدارنده و ساکتی گویا و حجت خدا بر مخلوقات است. خداوند پیمان عمل کردن به قرآن را از بندگان گرفته و آنان را در دستوراتش قرار داده است. نورانیت قرآن را تمام و دین خود را به وسیله آن کامل فرمود و پیامبرش را هنگامی از جهان برد که از تبلیغ احکام قرآن فراغت یافته بود. پس خدا را آن گونه بزرگ بشمارید که خود بیان داشته است. خداوند چیزی از دینش را پنهان نکرده و آنچه مورد رضایت یا خشم او بود وا نگذاشته، جز آنکه نشانه آشکار و آیتی استوار برای آن قرار داده است که به سوی آن دعوت یا پرهیز داده شود. پس خوشنودی و خشم خدا در گذشته و حال یکسان است. بدانید همانا خداوند از شما خوشنود نمی شود به کاری که بر گذشتگان خشم گرفته و خشم نمی گیرد به کاری که بر گذشتگان خوشنود بود. شما در راهی آشکار قدم برمی دارید و سخن گذشتگان را تکرار می کنید. خداوند نیازمندی های دنیای شما را کفایت کرده و به شکرگزاری وادارتان ساخت و یاد خیش را بر زبانهای شما لازم شمرد. ببینید که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در کتاب نهج البلاغه چه زیبا قرآن، این کتاب آسمانی و این معجزه جاودان الهی را برای ما تعریف می‌کنند. در خطبه دیگری از نهج البلاغه، این هم در کتاب نهج البلاغه منسوب به امام علی رضی الله تعالی عنه، ترجمه محمد دشتی هست که در اینجا هم در خطبه 158 سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این گونه می‌فرمایند: خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را هنگامی فرستاد که پیامبران حضور نداشتند و امتها در خواب غفلت بودند و رشته‌های دوستی و انسانیت از هم گسسته بود. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
به میان خلق آمد، در حالی که کتاب‌های پیامبران پیشین را تصدیق کرد و با نوری هدایتگر انسانها شد که همه باید از آن اطاعت نمایند و آن نور قرآن کریم است. اینم فرموده سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد قرآن کریم در خطبه 158. مطلب دیگری که برای شما عزیزان انتخاب کردم از خطبه 156 نهج البلاغه است. اینم کتاب نهج البلاغه، اینم شناسنامه‌اش و خطبه 156. ترجمه این مطلب را از اینجا خدمت شما عزیزان میخوانم. بر شما باد عمل کردن به قرآن که ریسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است که تشنگی را فرو نشاند. نگه دارنده کسی است که به آن تمسک جوید و نجات دهنده آن کس است که به آن چنگ آویزد. کجی ندارد تا راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن باز گردانده شود و تکرار و شنیدن پیاپی آیات کهنه‌اش نمی سازد و گوش از شنیدن آن خسته نمی شود. کسی که با قرآن سخن بگوید راست گفته و هر کس بدان عمل کند پیشتاز است. این هم مطلب زیبای دیگری از کتاب نهج البلاغه که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد قرآن کریم، این کتاب جاودان الهی صحبت می کند. اما متاسفانه ما می بینیم که یکی از کوشش هایی که همیشه جریان دارد در نظام آخوندی این است که انسانها را و ملت ایران را و عموم شیعیان را از قرآن کریم، از این کتاب جاودان الهی دور بکنن و به سوی خزعبلات و خرافاتی که در کتاب‌هایی که نوشتند در آنجا مردم را مشغول و سرگردان قرار دهند. دوستان عزیز، از همین لحظه شماره تلفن‌های برنامه، یا بهتر بگیم شماره تلفن برنامه زیرنویس میشه که تنها شما عزیزان در برنامه امشب میتوانید در طریق واتساپ با ما در تماس باشید، چون تلفن مستقیم برنامه فکر کنم مشکل فنی داره و از طریق واتساپ شما عزیزان میتوانید در برنامه زنگ بزنید و صحبت بکنید در مورد موضوعاتی که دوست دارید، سوالی، شبهه‌ای اگر در ذهنتان وجود دارد. قبل از برقراری تماس‌های شما عزیزان این مطلب رو لازم می‌دانم عرض کنم که موقعی که تماس شما برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید و با گوشی تلفن صحبت بکنید، چون صدای ما رو با چند ثانیه تأخیر میشنوید و مجبور میشیم که تماس رو قطع بکنیم و شما عزیزان نتوانید که با برنامه خودتون تماس بگیرید. همونطوری که خدمت شما عرض کردم، قرآن کریم تنها راه نجات انسانها و بشریت به سوی فلاح و رستگاری است. در هفته گذشته یکی از دوستان پیامی فرستاده بود و خواهش کرده بود که شما لطف کنید در مورد خلافت اسلامی صحبت بکنید، چون امروز متاسفانه تعدادی به نام دولت اسلامی یا خلافت اسلامی جوانها رو فریب میدن، خاصتا جوانان اهل سنت رو در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان و به سوی گروه‌های افراطی و تروریستی به نام دوله و نمیدونم داعش و غیره میکشانند. خواسته بودن که در این مورد صحبت بکنیم، گرچه قضیه خلافت و حکومت اسلامی رو میطلبه که برنامه مستقلی باشه تا مفصل اساتید در مورد حکومت در اسلام، ویژگی های حکومت داری در اسلام و خلافت اسلامی صحبت بکنن. اما من میخوام به طور کلی
یکی از شبهاتی رو که اینها مطرح میکنن و از احساسات پاک جوانان سوء استفاده میکنن رو بیان بکنم. ما در عصری زندگی میکنیم که تعداد زیادی از جوانان مسلمان در حالت یأس و ناامیدی هستند وقتی این همه ظلم و ستم و جنایت دشمنان و کفار رو بر علیه امت اسلامی میبینن. از هر صدایی، از هر حرکتی که شعار دفاع از مسلمانان و از مظلومان و ستم دیدگان را بلند بکند سعی میکنن که گوش فرا دهند و به سوی اونها جذب میشوند و این طبیعی از هر انسانی که در حالت غرق شدن باشه و هر خس و خاشاکی چنگ میزنه و امروز ما میبینیم که جوانان ما در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان و در همه کشورهای اسلامی بعضا در حالت اسفبار و فراکتباری زندگی میکنن، هم از نگاه تعلیمی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی. نبودن آزادی فکر و اندیشه در کشورها سبب شده که جوانان به گروه ها و به حتی به سایت ها و به کتاب ها و به اندیشه هایی پناه ببرند تا یک تنفسی برای خودشون داشته باشند و احساس بکنن که یک دگرگونی در فکر و اندیشه خودشون ایجاد کردن. و یکی از گروهایی که بیشترین استفاده را از احساسات پاک جوانان مسلمان میکنه گروه داعش یا به نام خلافت اسلامی هست که متاسفانه ما جنایت های اینها رو در کشورهای اسلامی، در عراق، در سوریه، در افغانستان اخیراً شاهد بودیم و ترور علما و به شهادت رساندن دعوتگران و مسلمانانی که به مجرد کوچکترین اختلافی که با اینها داشته باشن اونها را به شهادت میرسن. اما ببینیم که خلافت اسلامی چیست و خلافت اسلامی چه شروطی داره. من خیلی مختصر در اینجا بیان میکنم، گرچه عرض کردم که این موضوع نیاز داره که برنامه خاص و ویژه‌ای در موردش داشته باشیم. اما حدیثی است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دوستان اگر این رو نشون بدن، من این حدیث را از سایت حدیث نبوی آوردم. حدیثی است که حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه روایت می کند که روزی در مجلس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم و ایشان فرمودند که شما در زمان نبوت هستید و این نبوت تا موقعی که الله بخواهد ادامه پیدا می کند و بعد از اون الله سبحانه و تعالی نبوت را بر می دارد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم انبیا و رسول هستند و بعد از ایشان دیگر پیامبری نیست. بعد از آن می‌فرمایند که ثم تكون خلافة علی منهاج النبوة. بعد از اون خلافت خواهد بود، خلافتی بر اساس روش و منهج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که همه ما می‌دانیم که بعضا در احادیث دیگری مدتی هم برای این تعیین شده که دقیقاً همون مدت خلافت سیدنا ابوبکر و عثمان، عمر و عثمان و علی و حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین است. و بعد از اون می‌فرمایند که بعد از این خلافت ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها. بعد از اون الله سبحانه و تعالی این رو بر می‌داره، این خلافت رو بر می‌داره. بعد از این خلافت چی است؟ میاد ملکن عاضن. این ملکن عاضن یعنی یک پادشاهی که در آن ظلم و ستم خواهد بود، یا شخص پادشاه ظالم و ستمگر خواهد بود، یا اینکه افرادی که در آن نظام هستند یا در سایه این نظام ظلم و ستم بر مسلمان ها خواهد بود. بعد از اون میفرمایند که الله سبحانه و تعالی این را بر می‌دارد و بعد از آن دوباره خلافت بر اساس منهج یا امان روش و شیوه نبوت خواهد بود.
بعد از اون ساکت شدن. در روایت دیگری بعد از این ملکن آدن، در اینجا مطلب دیگری هم میفرمایند که بعد از اون میفرمایند که ملکن جبریان، یعنی بعد از اون یک پادشاهی به اصطلاح با استبداد و با سلطه. آدن در اینجا یعنی به معنی ظلم و ستم و استبداد بودن. به اصطلاح شارحین حدیث ذکر کردن این آدن از عدل گرفته شده، یعنی به دندان گرفتن، یک چیزی رو گزیدن. بعد از اون پادشاهی به اصطلاح جبری خواهد بود بدون به اصطلاح خواسته مردم، که ما میبینیم که بعد از اون مثلا سلسله های پادشاهی میآیند که بر اساس وراثت حکومت میکنن و در اونجا رأی مردم و شورا و رأی علما اهمیتی نداره. حالا در بین این دوره ها شاید ما پادشاهان و خلفایی مثلا دیده باشیم که عادلن و انسانهای خوبی بودن، اما اینجا بیان عام هست، یعنی کل این سیستم این گونه خواهد بود. بعد از خلافت سیدنا ابوبکر و سیدنا عمر و عثمان و علی و حسن میبینیم که این مسیر خلافت نبوت عوض شد، تبدیل شد به یک نوع پادشاهی، به یک نوع ملوکیت، و بعد از اون این سلسله به نام بنی امیه ادامه پیدا کرد و بعد از بنی امیه بنی عباس آمدن، در حالی که همه اینها خودشان رو خلیفه مسلمین میدانستن، امیرالمومنین میدانستن، اما بر اساس اون روش و منهجی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای راشدین ترسیم کرده بودن نبود و این یک واقعیت است. اما اینکه مثلا بعضیا امروز بیان به اونها لعن و نفرین و توهین بفرستن، این هم درست نیست، چون که حقیقتا چه بنی امیه و چه بنی عباس بزرگترین خدمات را برای نشر و پخش و فتوحات اسلامی انجام دادن و من بارها گفتم که گرد و خاک سم اسبهای بنی امیه و بنی عباس بر حکام و سلاطینی که بعد از آنها آمدن برتری دارد، چرا آنها نزدیکترین نسلی بودند که در سایه نبوت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت شده بودند و یک غیرت دینی داشتن، غیرت اسلامی حداقل داشتن. اما امروزه مثلا کسی بلند بشه اونها رو بدگویی بکنه، این واقعا یا جهل و نادانی است یا از روی جهل و حماقت است یا از کینه و عداوتی که نسبت به اسلام و مسلمان ها دارن. بر صورت ما الان میبینیم که آیا اینایی که امروز ادعا میکنن، ادعای خلافت و حکومت اسلامی رو میکنن، واقعا اینها این ویژگی ها و این علائمی رو که یک خلافت اسلامی باید داشته باشه دارن یا نه؟ قبل از این بگیم که ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن رو خلافتی بر اساس منهاج نبوت میدانن. بعد از آن حکومت ها رو حکومت های ملوکیت و پادشاهی میدانن، خلافتی بر منهاج نبوت نمیدانن. حالا سوال اینجاست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی در قرنی که ایشان زندگی میکردن، در زمانی که صحابه و تابعین بودن، اونها نتوانستن خلافتی بر اساس منهاج نبوت تأسیس بکنن. امروز کسانی یا جوانک هایی اومدن و اینا ادعا میکنن که خلافت اسلامی است و بر اساس منهاج نبوت است. یک چیزی است که اینها دارن مسلمان ها رو فریب میدن یا خودشان رو میخوان فریب بدن. دوم این که در این شکی نیست که الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاتقون. امت اسلامی یک امت واحد است و همه ما دوست داریم که ای کاش یک حکومت واحد اسلامی باشه که همه مسلمان ها در زیر یک پرچم و در زیر حکم یک امیر و یک خلیفه زندگی بکنن. این آرزوی هر مسلمان هست و الله سبحانه و تعالی میفرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا.
ما هم دوست داریم مسلمان ها از این تفرقه و از این اختلاف و از این دو دستگی، چه ارز کنم، از این هزار دستگی ها به اصطلاح به سوی اتحاد و همبستگی و یک امت واحد بودن برن. این آرزوی همه مسلمان هست. اما نمی شود که بر اساس این آرزوها ما امروز به هر کسی که به دروغ این ندا رو، ندای به اصطلاح خلافت رو سر بده، ما از او پیروی بکنیم بدون اینکه اون شروطی رو که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن رو داشته باشه. یکی از بزرگواران می‌فرمایند که این امامت و خلافت برای حفظ دین و سیاست دنیای مسلمان هاست. یعنی وقتی که ما میگیم خلافت اسلامی رو ما به خاطر این میخواهیم که در اون هم حفظ دین است، هم حفظ دنیاست. چون اسلام تنها نیامده که به اصطلاح ما رو بفرسته به جهنم یا به بهشت. اسلام به خاطر این آمده که هم دین ما رو درست بکنه و هم دنیای ما رو. و من بارها گفتم که در قدم اول اسلام میخواد دنیای ما رو درست بکنه، زندگی که ما در این دنیا داریم رو درست بکنه، این دنیای ما رو تبدیل به یک مزرعه پرباری بکنه که حاصلش رو ما در آخرت داشته باشیم و نتیجه این زحمت و تلاشمان را در آخرت داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی بر اساس اعمالی که ما در این دنیا انجام میدیم به ما پاداش میده، یا جنت یا به اصطلاح دوزخ. اما قضیه این که در طول تاریخ اسلامی علمای مذاهب مختلف اسلامی در مورد این که آیا امکان داره که در سرزمین‌های مختلف حکام و سلاطین مختلف مسلمان حکومت بکنن و حتی یکی با دیگری هماهنگی هم نداشته باشه و هر قومی یا کشوری یا قبیله‌ای از مسلمان‌ها زیر حکم و سلطنت یک شخصی، یک سلطانی زندگی بکنن؟ بله، این امکان داره و در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. همه علمای مذاهب اسلامی این رو تایید کردن که در این مشکلی نیست، مادامی که جمع شدن بر گرد یک شخص، یک خلیفه و حاکم موحد امکان پذیر نباشه. مسلمان ها در هر منطقه‌ای که زندگی میکنن، اون حاکم و پادشاه و یا رئیسی که در آنجا هست این حیثیت به اصطلاح حاکم و ولی امر و سلطان مسلمان ها رو داره، مادامی که به قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم بکنه، اطاعت از او واجب است. نکته جالب دیگر این است که ما یعنی زیاد به شکل حکومتداری در قرآن کریم و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پرداخته نشده. یعنی دقیقاً تنها چیزی که از آن تعریف و تمجید شده و تایید شده خلافت بر منهاج نبوت است، اما بقیه آنها رد نشده. ما احادیث و روایات زیادی داریم که حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابشان را امر کردند که اگر بعد از من شما مثلا ملوکیت رو دیدید یا حکامی رو دیدید که ظالم هستند، حتی اگر فاسق و فاجر هم باشند، مادامی که حکمشان حکم به ما انزل الله باشد و در بین مسلمان ها نماز جمعه و جماعت رو برپا دارن، حکم دین الله سبحانه و تعالی را اجرا بکنن، از اونها اطاعت بکنید. و اطاعت از ولات امر تنها در این نیست که والا ولی امر همون خلفای راشدین بودن فقط و بعد از آنها ولی امر نیستن، بلکه ما احادیث زیادی داریم در اطاعت از ولات امر. البته نه به معنایی که گروه گمراه و ضال و مضل مدخلی و جامعی بیان میکنن که هر فاسق و فاجری رو ولی امر میدنن و اطاعت از او واجب مطلق است و خلاصه کوچکترین حرکتی یا انتقادی از او خروج بر علیه ولی امر است. ما اون اعتقاد رو هم نداریم. اما علی کل حال اوامر و نواهی سلطان مسلمانی که بر اساس قرآن و سنت حکم میکند، بر اساس آیه‌ای که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اطاعت از اون واجب است در امور شرعی، در امری که معصیت الله سبحانه و تعالی نباشد. اما بیشتر در دین اسلام، در قرآن و حدیث و در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که به ویژگی‌های یک حکومت بیشتر پرداخته شده، به خصوصیت‌های یک حکومت بیشتر پرداخته شده تا به شکلش.
مثلا عدالت، مساوات، اخوت، حق رو به حقدار دادن، اینها شایسته سالاری به اصطلاح، اینها همه ویژگی‌هایی است که بیشتر ما می‌بینیم که قرآن و سنت به اینها تاکید میکنه تا به شکل یک حکومت. حالا یک حکومتی بیاد اسمش رو بگذاره خلافت اسلامی و در رأسش هم یک کسی باشه فلان ابن فلان ابن فلان مثلا قریشی هاشمی، یا اون انسان ظالم و مستبد و ستمگر باشه. این به این معنی نیست که چون که این اسمش خلافت اسلامی است و همچین شخصی خودش رو خلیفه گفته خلاص هر غلطی که اینا کردن ما باید قبول بکنیم و این اسلام است. نه، در اسلام در یک حکومت از همه مهمتر عدالت، مساوات، اخوت، برابری، شایسته سالاری. خیلی از متقی ترین و پرهیزگارترین صحابه آمدن طلب امارت کردن، پیامبر به اونها ندادن، فرمودن که تو انسان ضعیفی هستی و این امانت است و در روز قیامت حسرت است. پس این حکومتداری و روش حکومتداری، ویژگی های حکومتداری، اینا بیشتر مورد نظر بوده تا اینکه ما چه اسمی بگذاریم. حالا اسم مثلا پادشاهی بگذاریم، پادشاهی مشروطه بگذاریم، ریاست جمهوری بگذاریم، دولت بگذاریم، امارت بگذاریم، جمهوری اسلامی بگذاریم، این اسما مهم نیست. اصل آن عملی که انجام میدهد یک حکومت مهم هست. و در مورد ویژگی هایی که باید خلفا داشته باشند یا خلیفه داشته باشند، ما در طول تاریخ میبینیم دعوت های زیادی در بین مسلمان ها به نام خلافت و به نام مهدویت شده. در دین شیعه که تا دلتان بخواد ما مهدی داریم، بعد از مرگ هر امام ده ها بلکه بعضی اوقات صدها مهدی ظهور کردن و هر کدامشان یک فرقه‌ای درست کردن. بزرگترینشان مثلا این فرقایی که فعلا وجود دارن، نصیریا و نمیدونم اسماعیلیا و اینا همه فرقایی هستن که رؤسای این فرقه امامزادایی بودن که ادعا کردن یا امامانی بودن که ادعا کردن که اینها مهدی بودن و غایب شدن و خلاصه الان دارن دنیا رو اداره میکنن. در بین مسلمان ها هم از زمان عبدالملک ابن مروان خلفای نام نهاد شروع شدن و حتی از بین خوارج مثلا کسی به نام شبیب اعلان کرد که به اصطلاح خلیفه مسلمان هاست، که از جمله تکفیری های خارجی بود که ایشان هم ادعای خلافت میکرد. در سال 140 هجری عبدالعلا ابن سمح المعافری اعلان خلافت میکنه و خودش رو خلیفه مسلمان ها میدونه. در کشورهای زیادی در زمان بنی امیه، بنی عباس، حتی در زمان عثمانی ها خیلی ها ادعای خلافت بلافصل کردن و ادعا کردن که اینها خلیفه مسلمین هستن و امیر المؤمنین هستن. اما همه اینها به اصطلاح آخرش هم فتنه‌ای بود که در اواخر قرن گذشته هجری، یعنی شاید چیزی در حدود 50 سال قبل میشه گفت که در حرمین رخ داد یا بیشتر، که شخصی به نام جهیمان ادعای مهدویت کرد و ادعای خلافت اسلامی کرد و حتی در حرم جمع شدن و با او بیعت کردن و روزها حرم تعطیل بود، 5 وقت نماز ادا نمیشد. جنگ شدیدی بین نیروهای نظامی عربستان سعودی و افرادی که تحصن کرده بودند در حرم رخ داد و خلاصه در پایان جهیمان و افرادش کشته شدن و این فتنه هم خاموش شد. این تقریبا میشه گفت که قبل از فتنه داعش آخرین فتنه‌ای بود که کسی اومد ادعای مهدویت و خلافت کرد. و بعد از میبینیم که داعش اومد و از شروع این حرکت اشخاصی مجهول الهویه را آوردن به عنوان خلیفه مسلمان ها، به عنوان خلیفة المسلمین این رو تعیین کردن، در حالی که در جانب شرعی ما میبینیم که خلیفه یک سری شرایطی باید داشته باشه که از اون جمله مثلا آزادی است، عقل، بلوغ، اسلام، عدالت است، قریشی بودن است. حالا سر قریشی بودن شاید حرف و حدیثی وجود داشته باشه، اما ما میبینیم که هیچ کدام از این خلفایی که داعش تعیین کردن این شرایط رو نداشتن.
حالا اگر که مثلا هیچ کدوم از اینها انسانهای حر و آزادی نبودن، در واقع امر انسانهای حر و آزادی نبودن که مسلمان ها بتونن به اونها اعتماد بکنن و همچنین هیچ کدام از اینها بر اساس شورای اهل حل و عقد که حیثیت یک شورای مشورتی رو داره در اسلام که خلیفه با مشوره اونها تعیین میشه در بین امت اسلامی، تعیین نشدن. کسایی بودن که خودشون یک شبه خلیفه شدن و خلاصه اعلان خلافت کردن و خطبه به اسمشون گفته شد و 4 تا جوانی که هم دور و برشون جمع بودن و به زور میخواستن این اعتقادات خودشون رو بر بالای مردم تحمیل بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که حضرت عمر میفرمایند که من بایع رجلا من غیر مشورة من المسلمین فلا یبایعه ولا الذی بایعه، کسی که بدون مشوره مسلمان ها اعلان خلافت میکنه نه با او بیعت میشه و نه با کسی که با او بیعت کرده باشه. مثلا اینا یک گروهی رو جمع کردن در موصل که کسی رو خلافت زورکی، همینطور 4 تا جوانکی رو سر و صورتشون پیچانده آوردن، ابو فلان ابن فلان این خلیفه است و خلاصه با او بیعت کردن و بعد از اون یک بار ظاهر شد، بعد از اون تا اینکه اعلان کردن که کشته شد، جسدش هم کسی ندید. این یکی از مسائلی است که علما در اینجا در موردش فرمودن که باید این رو در نظر گرفت که خلیفه مسلمین باید با مشوره مسلمانان خاصتا اهل حل و عقد تعیین شود. همچنین قضیه تمکین به این معنی که حاکم و خلیفه مسلمان باید بر همه بلاد مسلمین یا بر اغلب بلاد مسلمین حاکم باشد، سیطره داشته باشد، قوت داشته باشد و مسلمان ها او را بشناسند، ببینند نیروی اون رو، حکم اون رو و به صورت آشکار و علنی غلبه اونها رو و حکومتشون رو در اغلب بلاد اسلامی که متاسفانه این هم در داعش و کسانی که مدعی خلافت هستند نیست. مسئله خیلی مهم دیگری که من خاصتا در اینجا خطاب من به جوانان عاقل و فهمیده دینداری است که با اخلاص و با عقیده و با دین فریب این گروه های باطل را میخورن این است که در بخاری و مسلم حدیث صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انما الامام جنه، امام مانند سپر است، یقاتل من ورائه و هو یتقی به، امام مانند یک سپری است که در پشت امام مردم می جنگند، نه اینکه یک نفری میاد به عنوان خلیفه تعیین میشه مثل همین ابوبکر بغدادی مثلا یا کسایی که قبل از اون بعد از اون اومدن، به عنوان خلیفه تعیین میشه، یک بار بیاد در یک جای ظاهر میشه و بعد از اون غیبش میزنه و هزاران جوان مسلمان به دم توپ داده میشن، به اشکال مختلف به شهادت میرسن، کشته میشن، زندان میشن، خانواده‌هاشون اسیر میشن و این جناب خلیفه اصلا سراغی نیست ازش، کجاست، در کدام سوراخی پنهان شده، به قول افغان‌ها هیچ درکی ازش نیست. خب این که نشد خلافت، این خلافت نیست، این تمکین نیست. خلیفه کسی است که مردانه، ما در طول تاریخ می‌بینیم خلفای اسلامی که بودن مردانه در صف اول بودن، در جنگ شرکت می‌کردن، در صف اول بودن، مجاهدین در پشت سرشون بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، حسن، معاویه و بعد از اون خلفایی که در طول تاریخ اسلامی، خلفایی که واقعا اون صفات و ویژگی‌های خلیفه مسلمین رو داشتن رو می‌بینیم که همیشه در صف اول بودن. مثلا سلطان سلیمان قانونی سلطانی بود که
با وجود همه اشکالاتی که داشتن، چون خب معصوم نبودن، اما همیشه میبینیم که در صف اول جهاد بود، خودش در صف اول جهاد بود. اما این خلیفه نام نهاد اینها که جوانها و مسلمانها را به شعارهای دروغینشان فریب دادن، هیچ خبری ازش نیست. کجاست؟ معلوم نیست. کجا پنهان شده؟ معلوم نیست. کجا را گرفتن؟ یک شهری را در عراق گرفتن، اعلان خلافت اسلامی کردن. مگه با یک شهر میشه بر کل دنیا حکومت کرد؟ و با اون منطقی که اونها داشتن میتونن که بر تمام امت اسلامی حکومت بکنن؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که امام یعنی خلیفه یک از ویژگی‌های شجاعت است. باید شجاع باشه، باید در ظاهر بشه، در صف مردم قرار بگیره. مگر خون تو رنگین‌تر از خون اون مجاهدی است که به قول خودتون که در صف جنگ حاضر میشه و تو پنهان معلوم نیست در کدام سوراخی پنهان شدی؟ که نشد خلافت. خلیفه باید واضح آشکارا در صف مسلمان ها باشه، نه اینکه پشت پرده و معلوم نیست که از طرف کدام سازمان استخباراتی تعیین میشن به خاطر فریب دادن و به اصطلاح از بین بردن مسلمانان. حالا این خلیفه چطور باید باش بیعت بکنن امت اسلامی؟ چطور باید این خلیفه رو باش بیعت بکنن؟ خلیفه غایب است، یه چیز شده مثل امام زمان شیعه، نیست اصلا. باید دعای فرج براش خوانده بشه، چون که این شعارهایی که به نام خلافت اسلامی داده میشه، این شعارهای باطل است، این واقعیت نیست و اون شروط و ویژگی هایی رو که خلافت اسلامی داره اینها ندارن. به خاطر همین خطاب ما به جوانانی که فریب اینها رو خوردن این است که فریب شعارهای دروغین اینها رو نخورن در مورد خلافت، در مورد ویژگی های خلیفه، در مورد شروط حکومت اسلامی و به اصطلاح خلیفه اسلامی باید مطالعه بکنن و از علمایی که واقعا علمای ربانی هستند و در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تفقه دارن، از اونها در مورد ویژگی های حکومت و خلافت اسلامی بپرسن تا گرفتار دام های شیطانی گروه های مانند اینا. همه گروه های استخباراتی هستن، باور کنید، یعنی مثل روز روشن است کسانی که بخواهند، اما اونایی که نخواهند، همونطوری که الله متعال میگه که انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، تو اونها رو به ترسانی یا نه ترسانی ایمان نمی آورن. شما ببینید در هر جایی که اینا سرکلهشان پیدا شده، در عراق، در سوریه، در افغانستان، من این تحدی و چلنج رو بارها دادم و باز هم تکرار میکنم، غیر از مسلمان کشتن، غیر از اهل قبله رو کشتن دیگه کاری ندارن. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم از ویژگی های خوارج فرمودن که یدعون اهل الاوثان و یقتلون اهل الایمان، او کما قال صلی الله علیه وسلم، اهل ایمان را میکشن، مشرکین را میگذارن. در همه جا دین دارن این کار رو میکنن. یکی از ویژگی های اینها، یکی از صفاتی که اینها دارن، مسلمان کشی اینها است. مؤمنین رو میکشن. در افغانستان ببینید شما از کجا شروع کردن اینا. در طول 20 سال اشغال اینها نبودن، اسمی هم ازشون نبود، اما با مجرد این که کفار رفتن اینا شروع کردن به مسلمان کشتن در افغانستان. بگذاریم از مسلمان کشتن، حتی شروع کردن به انسانهای بیگناه رو کشتن. حالا مثلا بیاید در یک جبهه جنگی مردانه بیان با مسلمان ها بجنگن، این شجاعت و مردانگی رو ندارن. همیشه کارشون چی است؟ مثل منافقین، مثل یهود، فقط با دسیسه، با بمبگذاری، با انتحاری، با منفجر کردن، با اینها مردانگی، شجاعتی این رو ندارن که ظاهر بشن در مقابل مسلمان ها، بلکه همیشه مانند یهود دسیسه میکنن و پنهانی مسلمان ها رو میکشن. شما مثلا در
دوستان اگر همین قسمت رو اگر بتونن نشون بدن. دیروز مثلا در مطلبی که در فیسبوک من گذاشته بودم در صفحه خودم، یکی از اینها اومده در این قسمت. ببینید دوستان مطلبی رو گذاشته و تهدید کرده که من این رو خدمت شما عزیزان بیارم. بله، نوشته منتظر باش، تو را هم ان شاء الله پیش مجیب الرحمن انصاری میفرستند. حالا این صفحه است که ببینید شما، بارها من گفتم، شما یک مطلب بخواهید بر علیه به اصطلاح در مورد جهاد، در مورد حالا هر چیزی از این حرکت های اسلامی بنویسید، فیسبوک شما رو تا 30 روز تعطیل میکنه، میبنده صفحتونه. و اینا صفحاتی دارن در فیسبوک 24 ساعت هم مطلب میگذارن و همان این به نام موحد خراسانی. و متاسفانه بعضی از علمای فریب خورده‌ای که فریب شعارهای دروغین این گروه رو خوردن رو، کلیپ هاشون رو در صفحات خودشون میگذارن و نه فیسبوک به اینا کاری داره و نه اینها متاسفانه همینطور فعالیت میکنن. و چون که چه دانسته چه ندانسته دستان سازمان های استخباراتی غربی در پشت پرده هست و از اینها مثل یک عروسک هایی داره استفاده میکنه در بین مسلمان ها برای اختلاف افکنی و تفرقه افکنی در بین امت اسلامی، که الله سبحانه و تعالی شر اینها رو، شر خوارج رو و روافض رو از سر امت اسلامی دور بگردانه. دوستان عزیز، شماره واتساپ برنامه زیرنویس هست. عزیزانی که دوست دارن در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح شد یا اگر سوالی و شبهه‌ای داشته باشن تماس بگیرن، میتوانن که زنگ بزنن. شماره واتساپ برنامه رو دوستان زیرنویس کردن. امیدوارم که شماره واتساپ برنامه ما مشکلی نداشته باشه. بر صورت موضوعی که ما در اینجا خدمت شما عزیزان بیان کردیم قضیه ویژگی های حکومت و خلافت اسلامی بود. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله بفرمایید. تشکر. سلامت باشین. عبدالقدیر از سرات تماس شدم. امید که سلام داشته باشین. خیلی خوشحالم از اینکه برنامه شما داریم نگاه میکنیم. واقعا زحمات شما قابل قدر. خواستم فقط یک تشکری داشته باشم و یک موضوع کوچک مطرح بکنم اجازه باشه. بفرمایید برادر عبدالقدیر از هرات. جناب استاد، موضوعی که شروع کردن واقعا عالی بود. ضمن بعضی از جوانان که واقعا فریب میخورن ندانسته. در پهلو از او بحث الحاد هم هست که کم کم میبینیم در کشورهای مثل ایران، افغانستان بیشتر جوانان ملحد میشن. خواستم یک توضیح داشته باشم بگم چون برنامه‌های شبهاتی که ملحدین مطرح میکنن پاسخ بدیم یا مناظراتی داشته باشیم در شبکه جهانی نور خیلی عالی میشه در پهلوی جمال دیگه که داریم. چشم، حتما ان شاء الله. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشین. فقط خواستم تشکری داشته باشم شما از برنامه شما. الله شما حفظ کنه. ما همیشه بیننده برنامه شما هستیم. سلامت باشید. و دیگه دوستان همچنان زحمات شما قابل قدر. الله شما رو حفظ کنه. به برادر گفتن چیزی در فیسبوک قبلا اشاره کردیم، نوشته باید صدامون هم بشنوه که در راه الله متعال شهادت یک افتخار، کاش نصیب هر کس بشه. فکر میکنن با شهادت مولانا انصاری ما ضعیف شدیم، برعکس قوی شدیم. خیلی از جوان ها میبینم منسجم‌تر پیش میرن، برنامه‌های دعوتی خیلی قوی‌تر دارن. دیگه فکر کنم از تحریک وجود ما ترسیدیم هرگز نه. افتخارانه کاش بتونیم راه از نور ما ادامه بدیم. فقط دعا از شما هم می‌طلبم از بقیه بیننده ها و شنونده ها ان شاء الله که خدا شما رو حفظ کنه، ما هم توفیق بده که راه شما و همچون راه مولانا صاحب انصاری باشیم. کاش خدا ما رو هم بپذیره درگاه. سلامت باشین. الله مطالب نکنه. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر. السلام علیکم. شب شما خوش. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید
اینا من این تماس رو هم بگیرم و بعد از اون انشالله السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستم استاد انصاری صاحب؟ سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. انس اومدی هستم از ولایت ایران به تو مسئول. انس جان برادر عزیز بفرمایید. درباره خلافت اسلامی بفرمایید. برنامه شما از یک ساعت میشه شروع سعی میکنم. درست. تمام اون چیزا که شما درباره امیرالمومنین گفتید ما در وجود امیرالمومنین مولا محمد عمر مجاهد رحمة الله علیه دیدیم. چرا که اونو از زمانی که علما یکی از عالم در شهر کندهار جمع شدن بزنن گفتن تو امیرالمومنین هستی. اونا هم گیره کرد گفت امیرالمومنین اعمال وارد بکنه که خود من گفته نمیتونم. شما وقتی داخل اینترنت ها برید از سایت های امارت اسلامی درباره امیرالمومنین مولا محمد عمر مجاهد رحمة الله علیه شما جستجو کنید، میبینید که چقدر مردم با مخلصی با تدبیر بود. درست. درباره هر چیزی فکر میکنه، اندیشه میکنه. درست. مولا محمد عمر کسی بود که میسنجید از دل خوارج نبود که مثلا هر چیزی اپیش خواهی دست نشانده باشه. درست. او خود شما بدونید که امام یک مسجد وقتی که 12 نفر شد، 12 نفر یا 27 نفر شد، باز 52 نفر شد، اول مخیریه خود گرفتن. و شما بدونید میفهمن که دوزی زمان چه ظلمه بود. شما دست دوستم و اینا بود، غرب هم دست اسماعیل خان این طرف ها بود. میگه مولا محمد عمر مجاهد هر مکی رجا کرد. خود گفت من هیچ کار نمی کنم، علما بود امیرالمومنین کرد. بازم خود خلیفه مسلمان نکرد. درست. گفتم من این اجازه خود نمیدم. درست. تشکر انس برادر عزیز. واقعا یکی از موضوع مهمی را اشاره کردین. طالبا با وجود همه قدرتی که داشتن و امروز هم همه افغانستان رو در سیطره خودشان دارن، نیرو هم دارن، اشخاص آشکار و معلومی هم دارن، اما اینجا خداع نکردن که ما به اصطلاح خلافت همه عالم اسلامی را میخواهیم، ما امیرالمومنین ما به اصطلاح خلیفه عموم مسلمان است. اما میبینیم که یک گروه استخباراتی که فقط هدفش این است که جوانهای دیندار متدین با احساس و محب و دوستدار جهاد را جمع بکنن از کشورهای اسلامی. هدف داعش همین است که جوانهای مسلمان را از بین ببرن و ملت افغانستان و امت اسلامی را نسبت به خلافت اسلامی دلسرد بکنن. امروز مردم ببینید جهاد رو بدنام کردن، ملا رو بدنام کردن، خلافت اسلامی رو بدنام کردن. امروز شما پیش هر کس برید حرف از جهاد بزنید میگه کدام جهاد؟ جهاد مردم افغانستان؟ بگید مجاهد میگه کدام مجاهد؟ همین دوستم و مثلا عطا و ربانی و حکمتیار و فلان و علان. یعنی این کاری کردن این دشمن‌ها که مجاهد و جهاد را بدنام کردن، عالم و طالب و ملا را بدنام کردن و امروز میخوان اصلا کلا خلافت اسلامی و حکومت اسلامی و دولت اسلامی رو بدنام بکنن به وسیله همین گروهک هایی که مانند داعش ساخته و پرداخته خود همین استخبارات کشورهای غربی است. میبینیم که امروز بزرگترین خدمت رو در هرات با به شهادت رساندن مولوی مجیب الرحمن انصاری کی کرد؟ همین داعش کرد. هم به ایران، هم به غرب، هم به یهود، هم به نصارا. بله شما نگاه کنید وقتی که وقتی بغدادی خود رو خلیفه مسلمان کرد تمام مسلمان ها زود نفرت میگفتی تکفیری ما تکفیر میکنه. 4 مذهب و اهل سنت همه علمای اهل سنت اینا تکفیر میکنه، هم خود اینا تکفیر تمام مردم پیروی اینا تکفیر میکنه. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال استان کنه. زنده و سلامت باشید. سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. بله، ما بارها گفتیم و بازم تاکید میکنیم که یکی از اهداف اصلی این سازمان هایی که ساخته و پرداخته استخبارات یهود و نصارا هست همین است که جوانهای مؤمن و متدین امت اسلامی رو، جوانهای با درک و با احساس رو شکار بکنن و اینها رو از بین ببرن. غیر از این دیگر چه خدمتی کرده داعش برای امت اسلامی؟ جوانهای مسلمان رو در سوریه، در عراق، امروز در افغانستان میبینیم همین برنامه رو دارن پیاده میکنن متاسفانه. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. جناب استاد انشاءالله خوب باشین، بخیر باشین. من سوال داشتم درباره همین دولت خلافت. انشاءالله گروه های زیاد هست مثلا دولت خلافت اعلام میکنن و یکی از همین احزاب کرد به نام احزاب حزب تحریر که هم دعای خلافت میکنه. میشه یک روشنی پرتین درباره تحریک مثلا چه قسم از نیز انشاءالله. درست. منتظر جوابتون است. تشکر از شما. باشید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، حزب تحریر هم ببینید، من پیشتر عرض کردم خدمت شما یکی از ویژگی‌های خلافت اسلامی این است که یک دعوت علنی است، یک دعوت آشکار است. خلیفه معلوم است، دعوتش معلوم است، تمکینش معلوم است، شورایش معلوم است. امت اسلامی میبینن او را، میشناسن او را. اما این که مثل حزب تحریر دعوت‌های پنهانی، گوشه‌ای، مثل دعوت باطنی یا مثل دعوت گروه‌های شیعه باطنی که زیرزمینی کار میکنن، هر جا یک جلسه‌های کوچک بگذارید، در پوانتونا، در دانشگاه‌ها، در اماکن مختلف ببینید که جوان‌ها را جمع میکنن، بعد یک سری ویژگی‌ها و افکار خاص خودشان را دارن که اون رو تبلیغ میکنن. این خلافت اسلامی این گونه نیست. برادر عزیز، ما باید بیم به اصطلاح یعنی واقع بین باشیم. خلافت اسلامی نه با حزب تحریر درست میشه نه با داعش. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 23 سال زحمت کشیدن، نسلی رو تربیت کردن که این نسل توانست خلافت اسلامی رو به ثمر برسانه. و با وجود این همه زحمات پیامبر صلی الله علیه و سلم که مؤید با وحی بودن و با آن همه جانفشانی و قهرمانی و ایثار و فداکاری که صحابه داشتن، این خلافت بر اساس به اصطلاح بر منهج نبوت 30 سال بیشتر دوام نکرد. بعد از اون دیدیم که دوباره شد پادشاهی. امروز یک مردم را در خواب و خیال نگه داشتن یا دعوت کردن به سوی خواب و خیال، این یک خیانت است، یک جنایت است. عده‌ای جمع شدن مردم رو دعوت میکنن به نام حزب تحریر، دعوت میکنن به سوی خلافت. کدام خلافت اسلامی؟ شما میخواهید به کدام خلافت اسلامی مردم رو دعوت بکنید؟ و بعد از اونم کسایی که با اینها همکاری میکنن و با اینها آشنا میشن، سرنوشتشان در کشور اسلامی میبینید که زندان است و خلاصه با اعدام است و از این مسائل. منتها من یک حقیقتی رو میخوام به شما بگم، هیچ کدام از این گروه ها یک منهج واضح و صریح و آشکاری بر اساس منهاج نبوت برای خلافت اسلامی ندارند. نه داعش، نه حزب تحریر، نه اخوان المسلمین، هیچ کدامشان. دیدیم اخوان المسلمین مثلا 60-70 سال مردم رو نصیحت کردن، دعوت کردن، اصلاح الفرد، اصلاح شخص، اصلاح الاسره، اصلاح خانواده، اصلاح مجتمع، اصلاح جامعه، اصلاح الامه، اصلاح امت. 70-80 سال اینها زحمت کشیدن، این شعار رو دادن. شعارشون چون رضای خدا هدف ماست، حضرت محمد رهبر ماست، قرآن قانون ماست، جهاد در راه خدا نمیدونم شعار ماست، شهادت از بزرگترین آرزوهای ماست. اما وقتی که به قدرت رسیدن چی کردن؟ دیدیم در مصر به قدرت رسیدن چی کردن. یک شلغم شوربایی درست کردن به نام حکومت، در اون یهودم بود و نصاران بود و هر کسی بود. عاقبتشون هم چی شد؟ 1 سال بیشتر نتونستن حکومت بکنن و شکست خوردن و کودتا شد و
درست است امروز ما محکوم میکنیم کودتایی رو که در مصر صورت گرفت، اما محکوم نمیکنیم اشتباهاتی رو که برادران خود ما داشتن. حرکت اخوان با این فکری که داره یک حرکت شکست خورده است، این رو باید مسلمان ها بپذیرن. ای چرا ما باید اصرار بکنیم که الا بالله باید اینا باشن؟ بعضی اینطوری اصرار میکنن. من بارها گفتم هر حرکتی، هر حزبی، هر گروهی که مدت دعوت و به ثمر رسیدن دعوتش و نتیجه دعوتش از 23 سال بیشتر بشه، این یک خواب و خیال است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در 23 سال از یک جامعه‌ای که دخترانشان را زنده به گور می‌کردند، به بت‌ها سجده می‌کردند، از این جور یک جامعه یک نمونه، یک نسل متمیزی ساخت که امروز ما مسلمان‌ها تا زنده هستیم تا قیامت اینها الگوی ما هستند. الله سبحانه و تعالی اونها رو نمونه و الگو برای ما قرار میده در قرآن کریم. میگه اگر شما مثل ایمان صحابه ایمان بیارید راهیاب میشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم تانستن از کفار قریشی با این ویژگی های بدی که داشتن همچین یک نسلی رو تربیت بکنن. اما چرا حرکت اخوان المسلمین نتوانست در طول یک قرن دعوتش حداقل در مصر که پایتخت و مرکز دعوتشان بود، چرا نتونستن موفق بشن؟ چون یک جای کارشان میلنگه. این رو باید جستجو بکنن، این رو باید پیدا بکنن. یک جای یک اشتباهی دارن، اما متاسفانه امروز اخوانی با آنچه که در حزبش هست متعصب است، طرفی با آنچه که بهش اعتقاد داره متعصب است، مدخلی با آنچه که بهش اعتقاد داره متعصب است، احزاب جهادی، سازمان‌های اسلامی با آنچه که دارن متعصب هستند، رهبرانشان یک مثل بابا، مثل پاپ جان پال دوم درست کردن، یک انسان‌های مقدسی که اصلا گناه نمی‌کنن. نه خیر، اینا همین کسایی بودن که سبب بدبختی‌های امت اسلامی، همین رهبرای همین حرکت‌های اسلامی بودن که نتوانستن قرآن و سنت و دین اسلام را آنطوری که باید و شاید در جامعه پیاده بکنن. باید امروز بیان، باید بررسی بکنن، باید جستجو بکنن، باید این حرکت ها، این سازمان های اسلامی چه اشکالاتی داشتن که نتونستن حکومت اسلامی تشکیل بدن، نتونستن در جامعه آنچه که شعار دادن رو اون رو عملی بکنن. اشتباهاتشون در کجا بود؟ پس بسیاری از این سازمان ها مردم را به سوی اوهام، به سوی خیالات، به سوی خواب و خیال دعوت میکنن، مثل حزب تحریر. ما خلافت اسلامی میخوایم. شما هر جایی که این تحریری ها هستن، اینا رو زیادن، در همه جا پیدا میشن. بشین برادر، این ویژگی های حکومتی که شما میخواید، ببینید این حرفا رو بگذارید کنار. بله ما یک حکومتی میخوایم که مانند زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم همینجور قرآن باشه و سنت باشه و خلافت اسلامی باشه. خب این که خواب و خیال است. در واقع چیکار کردی برای رسیدن به این کار؟ کی رو تربیه کردی؟ چی رو تربیه کردی؟ چی کار کردی عملا؟ با خواب و خیال حکومت درست نمیشه. در یک برنامه من دعوت بودم موجی برای آزادی فلان کشور اسلامی از زیر یوغ فلان طاغوت دعا بکنید. گفتم خب اگر به دعا حل میشد که پیامبر میرفت در سر کوه حرا مینشست میگفت یا رب همه قریش رو هدایت بکن، خب همه قریش هدایت میشد. بعد میرفت روی کوه احد میگه یا رب همه این مشرکینی که حمله کردن به مدینه اینا رو نابود بکن، همه نابود میشدن. فوت میکرد، نمیدونم از آسمان سنگ میبارید بر روی سوارکاران قریش، توف میکرد همه پیاده های قریش مثلا تارمار میشدن. نه خیر، پیامبر شمشیر گرفت، در صف اول دندان مبارکش شکست، صورت مبارکش خونی شد، زخمی شد، جان دادن، زخمی شدن، عزیزانشون را از دست دادن، بهترین یارانشون به شهادت رسیدن. این یعنی که مسلمان باید واقعیت‌گرا باشه. به خواب و خیال و با اوهام داعشی و تحریری و نمیدونم فلانی و علانی و اخوانی نمیشه که انسان حکومت تشکیل داد. اینها مشکل منهجی دارن، همه این حرکت های اسلامی. و ما امروز ما جوانهایی که به اصطلاح در سایه این حرکت ها و این سازمان ها و در بین اینها زندگی کردیم، این حق رو به خود ما میدیم که امروز به اینها بگیم که شما یک حرکت های شکست خورده ناکام بودید که نتوانستید آن چی که شعار دادید رو عملا در طول یک قرن برای مردم نتیجهش رو نشان بدید. نتیجه یک قرن دعوت اخوان المسلمین چی شد؟ نشون بدن امروز برای ما. در کدوم کشور اسلامی تونستن اون حکومتی رو که در خواب و خیالشان میدیدن و شعار بهش میدادن رو تأسیس بکنن؟ نتوانستن.
پس بیان امروز بیان مراجعه بکنن، امروز مناهج خودشون رو، اعتقادات خودشون رو، افکار خودشون رو. تعصب خوب نیست. اخوانی برای خودش تعصب داشته باشه، نمیدونم جهادی برای خودش تعصب داشته باشه، سلفی برای خودش تعصب داشته باشه. بیان مسلمان ها دست به دست هم بگذارن، به جای این به اصطلاح مسمیات نمیدونم فلانی و علانی و جهادی و اخوانی و سلفی فلان، بیایید همه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. نه خیر، اینها واعتصموا بحبل نمیدونم فلان و علان شده، به حبل الله نشده. هر وقت که امت اسلامی به قرآن و سنت چنگ بزنه، در اون موقع حکومت اسلامی هم درست میشه، خلافت اسلامی هم درست میشه، خلیفه واقعی هم به وجود میاد، شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در جامعه اجرا میشه. اما با خواب و خیال نمیشه، با شعارهای دروغین امکان نداره. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواستم آقای انصاری. سلامت باشید. دارین صدای من آقای انصاری؟ صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. خیلی خوشحالم آقای انصاری که بازم شما روی شبکه نور میبینیم. من خیلی پیگیر بودم واقعیتش از زمانی که شبکه وسائل حق قطع شد و حتی من از این شبکه نور کانال دارم. سوال کردم، پرسیدم، چون یه چند وقت دیگه برنامه داشتیم ساعت دوشنبه‌ها. بله. من نمیدونم ساعت 6:30 بود. بله. بله برادر عزیز، فعلا در خدمت شما هستیم. دوست عزیز بیننده گرامی، صدای شما قطع شد. خب این بیننده عزیز و گرامی اگر که لطف کنن دوباره تماس بگیرن. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم خدا انصاری گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چند تا مطلب هست که مثلا خدمت شما بگم که یکی چند لحظه صحبتی کردیم از همین دزدان افغان که فرار کردن، مانند جنرال دوستم و بقیه در دزدایی که فرار کردن. چند روز پیش کلیپ در شبکه اجتماعی دیدم که اینا یک بنده خدای در خود افغانستان بود. صحبت از این رو میکرد، میگفت همین یک دو هفته پیش جمعه گذشته بود، جمعه قبلش که برادران هزاری ما به شهادت رسیدن بم اونجا منفجر کردن. اینا اخبارش بنداخته کجا گفت ما خودمون به ما تشویق میکردن. همین از این بچه هزارگی خود ما بود، میگم ما تشویق میکنن که برید روز جمعه برایشان گفتیم که مطبا که تعطیله، چرا ما بعد روز جمعه بریم؟ میگم برید خونهاتون رو ببرین اونجا. یعنی منظورم است که کلا این برنامه‌ریزی شده بود که این کار منفجر کردن یا این تاریکی کردن کار خود همین دزدا بود که گریختن. این رو با صراحت بتونم براتون که کار از طالبان نبود، کار همینا بود که اینا گریختن رفتن اون ور آب یا به حساب مردم رو به قتل عام رسوندن و برادران هزاره ما شکن. و خیلی متاسفانه یک جمله که یعنی جمله خیلی منفی که در برادران هزاره ما هست، فکر میکنن که هنوز کار طالباست. طالبان نمیگم خوبن، ولیشون دارن، قطعا دارن، ولی این کار مطمئن کار همون مانند همون رئیس رؤسا خودشان بود. یعنی از قصد خواستن این کارو بکنن که به دنیا نشون بدن که نه طالبا همچون کارایی میکنن، شیعه کشی میکنن. شیعه اصلا طالب دنبال شیعه و سنی نیست، تو ما سیاست خودش رو پیش ببره. باید خواستم میره که برای شما به اطلاعات برسانم براتون که امیدوارم خوب و خوش باشین دیگه. سلامت باشین. تشکر از شما برادر عزیز، زنده باشین. من قبلا شاید از 2-3 سال به این طرف من بارها در برنامه گفتم که این شیعه کشتن، سنی کشتن، همه اینا دستهای همین ها است. خود ایران مثلا اعتراف کردن که در همین سپاه پاسداران در انفجار 2 حرم امامین عسکریینشان در سامرا دست داشتن. فقط هدفشون این بود که جنگ شیعه و سنی در عراق را بندازن که موفق شدن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید.
بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، صدای تلویزیون رو ببندید بیننده گرامی. ما فعلا در افغانستان حضور داریم. از این مشکلاتش شما نمیگید مثال طالبان خوب از داعش بد است، القاعده خوب است، حکومت سابقه بد بوده، ولی خوب کیست؟ فعلا خوب شما به ما تشریح کنید. ما کی گفتیم که فلانی خوب است فلانی بد است؟ ما همیشه در هر زمان خوبی های هر طرف را هم گفتیم، بدی هایشان هم گفتیم. یعنی هیچ امکان نداره که مثلا یک جماعتی، یک گروهی 100% بد باشد یا 100% خوب باشه. طبعا خوبی هایی هم دارن، بدی هایی هم دارن. شما بفرمایید اشکال صحبت های ما در کجا هست؟ از شما میشنیم بیننده گرامی. بله بفرمایید. اشکال صحبت های شما قدر ندیدم، مگرم این برادرایی که قبلا زنگ زدن که میگن مفهم شیعه و سنی بیگه بله در دین اسلام شیعه و سنی بیگه مقدر نیست، تمامش فرق سازی خوارج است. درست. این از برادرایی که زنگ بودن طالبش خوب است، نه داشتش نه القاعده بیچاره است، نه بدهی مملکت نه به هیچ کس در قصه ما نیست. درست. طالبان فعلا اول امریکایی هر کشور میبینن هفته چنین داره است، وای به حال ما مردم که نه نام داریم نه چیزی، فقط خداوند رو داریم. درست برادر عزیز، درست میفرمایید. تشکر از شما. ببینید، هر حکومتی به هر نامی، طالب است، غالب است، غالب است، هر کسی که هست، لحظات پیش گفتم که دین اسلام برای خوب ساختن، بهتر ساختن زندگی دنیا و آخرت انسان ها آمده است. اسلام هدف اساسیش این است که دنیای ما را که مزرعی است برای آخرت درست بکند. اسلام آمد که تک تک انسانها را از بندگی انسانها آزاد بکند، شخصیت ببخشد، آزادی ببخشد، آزادی فکر، آزادی اندیشه، آزادی شخصی، همه اینها رو در یک چارچوبی که الله سبحانه و تعالی به عنوان خالق بشریت تعیین کرده است مقید بسازد، نه در چارچوبی که انسانها برای همدیگر تعیین میکنند. من در یکی از صحبت‌ها گفتم که ما در افغانستان ولایت فقیه نمیخوایم، به این معنی که ما در افغانستان یک حکومتی میخواهیم که بر اساس قرآن و سنت، عدالت، مساوات و برادری و اخوت حکومت بکنند، نه بر اساس سلیقه و خواسته یک شخصی که در رأس قدرت است و خودش رو حاکم مطلق ولی فقیه میداند، حالا اسمش رو امیرالمومنین بگذارد، خلیفه بگذارد، آخوند بگذارد، رهبر بگذارد، هر کسی باشه. هیچ انسانی حق ندارد که به عنوان نماینده خدا بر ملت حکومت بکند. هیچ کس، هیچ رهبری، هیچ حاکمی، هیچ رئیس جمهوری حاکم مطلق بلا منازع و به اصطلاح نائب خدا و پیغمبر نیست، مثل که امروز در ایران ادعا میکنن ولی مطلق فقیه، ولایت مطلقه فقیه. نه همچین چیز در اسلام نیست. در دین مبین اسلام ملت حاکم رو بازخواست میکنن. در دین مبین اسلام ملت از حاکم میپرسه که
تو داری چی کار میکنی؟ حق ندارد کسی به نام دین خودش رو نماینده خدا و پیغمبر بداند و بر ملت حکومت بکند، حالا هر اسمی که میخواد برای خودش بگذارد. چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید که اطیعوا الله، الله را اطاعت کنید، و اطیعوا الرسول، رسول را اطاعت بکنید، و اولو الامر منکم. چرا در اینجا نگفته و اطیعوا اولو الامر منکم؟ حالا این اولو الامر میخواد پادشاه باشه، رئیس جمهور باشه، خلیفه باشه، امیرالمومنین باشه، هر کسی که میخواد باشه. چرا؟ چون جواب رو در ادامه میگه که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر با امیرتون، با حاکمتون، با امیرالمومنینتون، با رهبرتون، با رئیس جمهورتون در یک مسئله اختلاف کردید، پس ملت حق دارن که با رئیس جمهورشون، با حاکمشون، با امیرشون، با رهبرشون مخالفت بکنن. در جایی که فکر کنن که امیر و حاکم و رئیسشون مخالف قرآن و سنت عمل کرده، حق دارن که او رو محاسبه بکنن. به همین دلیل الله سبحانه و تعالی میفرماید که فردوه الی الله و الرسول. این اختلافتون رو، این منازعه‌ای رو که با امیرتون، با حاکمتون پیدا میکنید رو راجع بکنید به چی؟ به قرآن و سنت، که قرآن و سنت در بینتون حکم بکنه. پس این رو باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم که حکومت ها، چه امارت اسلامی، چه هر حکومتی که هست، در هر جایی که هست، در قدم اول باید زندگی و معیشت مردم رو خوب بکنن. باور بکنید که او که شکمش گرسنه است، شما صبح تا شام براش آیت الکرسی هم بخوانید سر او تاثیر نمیکنه. چلیاسین هم بکنید سرش تاثیر نمیکنه، چون شکمش گرسنه است. شکم مردم رو سیر بکنید، مشکلات اقتصادی مردم رو حل بکنید، مساوات رو در جامعه برقرار بکنید، عدالت رو در جامعه برقرار بکنید. بر اساس پشتون بودن، تاجیک بودن، ازبک بودن، هزاره بودن حکومت تشکیل ندهید. بر اساس عادل بودن، انسان بودن، عالم بودن. و حالا در اینجا قضیه عالم بودن به معنی نیست که فقط عالم دین باشد. بر این اساس باید یک حکومت تشکیل بشه تا این حکومت بتواند به جامعه خدمت بکند. نه ما بگیریم ما مثلا کمونیسم داشتیم، در نظام کمونیستی دیدیم، سوسیالیسم داشتیم دیدیم، دموکراسی داشتیم دیدیم، حالا یک نظام جدید آمده. نظام جدید میشه اندیوالیسم. این اندیوال اصطلاح افغانی است به عنوان رفیق، دوست. الان شده اندیوالیسم. یعنی چی؟ وزیر است مثلا جناب ملا فلان ابن فلانی، همه رفیقاش، اندیوالاش شدن چی؟ معاون و رئیس و سکرتر و مسئول و فلان. الان شده اندیوالیسم. این واقعیت است. ناراحت نشن طالبا، این واقعیت است. الان خود طالبا در بین خودشون ناراضیان از این مشکلاتی که فعلا وجود داره. یک شخصی اومده در یک اداره هرچه اندیوالاش هست آورده در اونجا تعیین کرده، از بالا تا پایین. باور میکنید در بعضی روستا میگن اصلا مردا کم شدن، همه رفتن در کابل، رفتن چیز گرفتن، وظیفه گرفتن. چرا؟ چون که یکی از افراد این روستا ملا فلان ابن فلان شده مثلا رئیس فلان بخش، همه اهل ده رو آورده اونجا چیز کرده، سگ وزیر و گربه میر و موش سردفتر است، این چنین شاه و وزارت ملک را ویران کند. البته بلا نسبت اونها این تشبیهی است که اگر نظام اینطوری به شکل اندیوالیسم پیش بره، بعد همون بدبختی است، همون هاش است، همون کاسه است و منتظر سرنگونی این نظام هم باشید. باید مشکلات اقتصادی، مشکلات انسانی جامعه باید حل بشود تا ما بتوانیم برای مردم حقیقت دین رو، قرآن و سنت رو بیان بکنیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. خوب هستین؟ شما باشید. شب شما بخیر، زنده باشید، سلامت باشید.
خب برادر، به ارتباط خصوصیاتی که دولت اسلامی باید از خود داشته باشه روی ازی صحبت کردیم. درست. تا جایی که من هم معلوماتی که دارم و مطالعه کردیم از آدرس قرآن و سنت، اما خود دولت اسلامی از خود یک شرط و شرایط خاص خود دارد. درست. و یک تعریف خاص خود از دولت دارد. ایناله به گفته شما دولت فعلا ما یک دولت نسبی که یک سلسله کشمکش و جنجالایی که بود حاکم شده و نام امارت اسلامی. البته فعلا ما ایره به نام دولت اسلامی بشناسیم. تا جایی که شما هم در صحبتایتان یاد کردین، یعنی دولت اسلامی است باید یگان موارد مد نظر بگیره. مگر دولت اسلامی خواه تا جای آن اول هدفش است که باید حکم الله تطبیق شود. از بود اقتصادی، از بود اجتماعی کده از همه اولویت حکم الله است که باید حکم الله تطبیق شود. وقتی که حکم الله تطبیق شد دیگه میمونه گپای بعدی خود به خود حل میشه. حکم الله یعنی چی برادر عزیز؟ حکم الله یعنی چی؟ حکم الله یعنی چی؟ حکم الله یعنی چی برادر گرامی؟ خب حکم الله سبحانه و تعالی خود در قرآن کریم ما تقریبا 500 آیه احکام داریم که یک بخش از احکام انفرادی است که فرد به عنوان از مکلفیت چه ادا میکنه. پس ما دوباره برادر عزیز، بله برادر عزیز، حکم الله، بله حکم الله، پس برگشتیم به همان حرفی که من زدم. حکم الله نیست که شما یک کشوری رو تأسیس بکنید اسمش هم بگذارید که الدولت الاسلامیه و یک شخصی رو هم تعیین بکنید و اسمش هم بگذارید امیرالمومنین یا خلیفه. اگر لطف کنید برادر گرامی صدای تلویزیونتون را ببندید، صدای تلویزیونتون ببندید، صدای من منعکس میشه، مشکل برمیخوریم. متوجه شدید؟ اما طوری که خودتان فرمودین ما در این 500 آیه‌ای که شما ذکر کردید همه اینها ویژگی های حکومت اسلامی است، نه شکل ظاهری حکومت اسلامی. مثلا فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا به چی؟ بالعدل. پس همونطوری که من در صحبت‌هایم گفتم ما متاسفانه بیشتر امروز به طرف شکل حکومت اسلامی میگردیم تا به دنبال صفات و ویژگی‌های حکومت اسلامی. عدل اساس حکومت اسلامی است. وقتی که ما میگیم که ما حکومت اسلامی میخواهیم، بله، پس حکم با عدالت است، حکم با مساوات است، حکم با اخوت و برادری است، حکم با سپردن حق به اقدار است. یعنی این نیست که ما فقط فمن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون شمشیر به دست بگیریم همه مسلمان‌ها رو گردن بزنیم که هر کسی که ما را قبول نداشت کافر است، وظیفه ما هم فرستادن مردم به جهنم است. این که نشد حکومت اسلامی برادر است. هدفم روی از این موضوع نیست برادر. انشاءالله که ما از اون مردمایی هم نیستیم که ما بیاییم مردم را تکفیر بکنیم و حکمش را صادر بکنیم. هدفی است که ببینین ما به عنوان امت مسلمه البته از محدودی افغانستان خارج شویم. اگر ما به محدودی افغانستان فکر کنیم که ما به افکار نشنالیستی و قضیه دولت ملت وابسته هستیم. منظورم این است که ما وقتی که ادعای حکومت اسلامی میکنیم از مرزهای دولت ملت خارج میشیم. به خصوص دقیقاً من با شما موافق هستم. تحکیم دین است و سیاست خارجی اسلام جهاد است. درست. ببینید برادر عزیز بزرگوار، من در یکی از صحبت‌ها قبلا هم به این موضوع اشاره کرده بودم که
حکومت اسلامی از مهمترین وظایفش این است که امنیت بیاره برای انسان ها. درست؟ ما همیشه بیایید سر ویژگی های حکومت صحبت بکنیم، نه روی شکل حکومت، چون شما در کل قرآن کریم و در کل کتب احادیث هیچ وقت بحث در مورد شکل حکومت اسلامی نیست. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرمودن که بعد از خلافت بر اساس منهج نبوت حکومت‌های کفری میآید. فرمودن حکومت‌های جبری میآید، حکومت‌هایی میآید که به اصطلاح با تسلط است، با غصب است، اما نگفتن کفری است. پس این به این معنی است که اگر که بر اساس منهاج نبوت هم خلافت وجود داشته باشد، حکومت‌های کفری شده نمیتواند، مادامی که ویژگی‌های حکومت اسلامی رو داشته باشد. ما در قرآن و سنت ویژگی‌های حکومت اسلامی رو داریم. در مورد شکل حکومت اسلامی خیلی کم بحث شده، اصلا بحث نشده است. مثلا یکی از ویژگی‌های حکومت اسلامی آوردن امنیت است. مثلا امنیت اعتقادی. کسانی که الله سبحانه و تعالی در مورد اونها می‌فرماید که لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، کسانی که ایمانشان را با شرک نیالودند برای اونها امنیت است. این یعنی که ما در حکومت اسلامی باید امنیت فکری بیاریم. امنیت فکری به معنی این که قرآن و سنت رو با اون ویژگی هایی که داره از منابع اصلی برای مردم بیان بکنیم تا امنیت فکری در جامعه حاکم بشه. امنیت اقتصادی بیاریم، امنیت اجتماعی بیاریم. در اون موقع ما میتوانیم که به مردم بگیم که بله این است نمونه حکومت اسلامی. وقت برنامه به پایان رسیده برادر عزیز، اگر صحبت خاصی دارید 1 دقیقه در خدمت شما هستیم. خیر ببینین انصاری صاحب، جناب انصاری صاحب خیلی خرسند هستم دیگه. انشالله میشه یگان روز ایخو واضحا مشخص است که اسلام در داخل خود سیاست جداگانه داره و در بیرون سیاست جداگانه داره، که امروز ما مخالف صحبت‌های شما نیستم. انشاءالله که صحبت‌هایتان دقیق است. وقتی که دین در داخل تحکیم پیدا کرد، این گپا به وجود میاد، امنیت، اجتماع، اقتصاد در مجموع در بر میگیره. مگم بود اساسی یک دولت اسلامی است تعامل وقتی که به بیرون صورت میگیره. اسلام واضحا تعریف داره که مشخصا سیاست خارجی دولت اسلامی جهاد می باشد. خب انشاءالله در برنامه‌های بعدی میشه روی این صحبت کنیم. تشکر از شما. زنده باشید. زنده باشید. سلام باشید. خیر. سلام باشید. بارک الله فیک. تشکر میکنیم از تک تک شما بینندگان عزیز گرامی. تا برنامه بعد و صحبتی و آن روی سکه دیگر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همه تان و پروردگار متعال میسپارم. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه و سلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.